طبق دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همین شب و روزها به خاطر پیشگیری ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان از سرایتیابی به هر گونه بیماری‌های سرایتی خصوصا کرونا ویروس کووید 19 کمک‌های یک وقته مادی به عائله‌های نیازمند شهر و ناحیه‌های ولایت وارد شده استادند. این اقدام نیکی رهبرت عالی مملکت را صاحبکاران سخاوت پیشه منطقه‌های مملکت همه‌جانبه پشتیبانی نموده در عرفه عید رمضان باز مقدار زیاد محصولات نیاز اول از جانب صاحبکار سخاوت پیشه شهر باختر ولایت ختلان اسماعیل محمد ظاهر به ولایت مختار کوهستانی بدخشان اختصاص داده شد. автомاشین پربار که عبارت از محصولات نیاز اول سبزی، پیاز، کارتوشکا و آرد بود به بیش از 300 نفر عائله‌های نیازمند ولایت تقسیم خواهد گردید. با مقصد اجرا نمودن دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دستگیری نمودن طبقه نیازمند کم بضاعت امروز از شهر باختر ولایت ختلان صاحبکار انفرادی اسماعیل محمد ظاهر کمک خود را به زیاده از 300 خانواده ولایت مختار کوهستان بدخشان کردند و این کمک دسترس ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از ناحیه دروازسر کرده تقسیم گردید و امروز در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان ما این کمک را قبول کردیم و ما عرض و سپاس مننداری صمیمی خویش را از نام کل ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با این شخصان سخاوت پیشه و مخصوصا که در همین روزها از ولایت ختلان شهر باختر صاحبکار انفرادی اسماعیل محمد ظاهر کمک مادی غذایی خود را به ولایت مختار کوهستان بدخشان ارسال کردند و ما منندار هستیم. کمک نوبتی که با دستور و هدایت‌های رهبرت عالی مملکت از جانب صاحبکار موفق شهر باختر ولایت ختلان به طبقه نیازمند ولایت وارد گردید شهادت از دوستی بین منطقه‌های مملکت و دستیار و مددگار هم بودند در همه گونه وضع و حالت‌ها را تقاضا می‌نماید. از مقدار معین کمک محصولات نیازی اول 40 نفر عائله‌های احتیاجمند شهر خاروق نیز برخوردار خواهند گردید. در پرتو دستور و هدایت‌های رهبر دولت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب همساختارهای دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد کمک‌های بشردوستانه به ولایت مختار کوهستان بدخشان وارد می‌گردند و اینچنین از جانب صاحبکاران و شخصان احسانکار هم این اقدام پیشه کرده شده است و امروز من باز یک مقدار کمک نوبتی از قبیل مواد آذوقه از جانب صاحبکار شهر باختر اسماعیل محمد ظاهر وارد ولایت مختار کوهستان بدخشان گردیده است و امروز باعث افتخار است که در این شب و روزهای دشوار برای ملتمان و در آستانه عید ماه شریف رمضان چنین کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند و قشر آسیب‌پذیر رسانیده ایستادند. از همین کمک برای ساکنان شهر خاروق برای زیاده از 40 نفر ساکنان شهر خاروق کمک رسانیده می شود و در روزهای نزدیکترین آن عائله‌های نیازمند، آن معیوبان و برجاماندگان و یتیمانی که واقعا به کمک نیاز دارند ما در روزهای نزدیکترین از جانب مسئولین مقامات اجرایی مالی و حکومت دولتی شهر خاروق کمک به آنها دسترس خواهد شد و با استفاده از فرصت مناسب از نام ساکنان از نام مقامات اجرایی مالی و حکومت دولتی شهر خاروق به صاحبکار شهر باختر اسماعیل محمد ظاهر اظهار قناعتمندی و سپاس بی‌پایان بیان می‌نمایم. این کمک صاحبکار موفق شهر باختر ولایت ختلان به احتیاجمندان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان تقسیم گردیده ساکنان ولایت بهره دستگیری‌های سری وقتی به چنین شخصان سخاوت پیشه اظهار مننداری بیان نمودند. مننداری خود رو به اسماعیل محمد ظاهر برسونند. در همین مشکلی ما رو دستگیری کرده است. عائله‌های نیازمند شهر خاروق که از چنین کمک یک وقته آذوقه‌واری برخوردار گردیدند بر رهبرت عالی مملکت جهت غمخوری‌های نجیبانه و به صاحبکار موفق شهر باختر ولایت ختلان برای دستگیری مادی عرض سپاس و مننداری صمیمی خود را ابراز نمودند. من ساکن شهر خاروق شونظمی وصل بیگم مننداری خود را به صاحبکار موفق
اسماعیل محمد زویر میرسونم که ما رو در این روز سخت دستگیری نمود. دستگیری طبقه نیازمند و شخصان برجامانده در همین شب و روز از جانب شخصان خیرخواه شایان تحسین و آفرین بوده در ضمیر این طبقه جامعه مهر و محبت به زندگی و پیش بردن روزگار را دوچند بیدار خواهند نمود.